امروز سه‌شنبه 4 آذر ماه با تایید هیئت وزیران بنزین به 5000 تومان رسید و سه‌نرخی شد. نرخ اول 1500 تومان که 60 لیتر تو کارت سوخت شخصیه، نرخ دوم 3000 تومان که تا 100 لیتر تو کارت سوخت شخصیه و نرخ سوم 5000 تومان که با کارت جایگاه میتونی آزاد بزنی. البته بنزین خودروی وارداتی و خودروی منطقه آزاد حذف شده و این خودرو از نیمه آذر باید با همون نرخ 5000 تومان سوخت بگیرن. اما داستان فقط گرونی بنزین نیست که پیام پشت این تصمیم خیلی مهمتره. وقتی دولت میره سراغ افزایش قیمت بنزین یعنی کسری بودجه فشار آورده، کسری بودجه که عددش بین 400 تا نزدیک 1000 همته و تو همچین وضعی دولت معمولا 3 تا کار انجام میده: یا مالیات رو زیاد میکنه، یا انرژی رو گرون میکنه، یا میره سمت چاپ پول. و الان داریم اثر حداقل 2 تاشو با هم میبینیم. این وسط افزایش قیمت بنزین فقط 6% تا 25% کسری بودجه رو جبران میکنه. واسه همینه که افزایش قیمت بنزین راه درستی نیست. بنابراین این اصلا نمیتونه راه حل درستی باشه. گرون شدن باعث میشه هزینه حمل و نقل سریع بالا بره، از غذا و سوپرمارکتی تا پوشاک و مسائل ساختمانی، و همین باعث میشه انتظارات تورمی به شدت بره بالا. دقیقاً مثل همین اتفاقی که امروز افتاد و دلار طلا موج جدید رشد شروع کردن. تو ماهای گذشته بارها گفتم که دلار و طلا در زمانهای اصلاح رو به دید فرصت خرید ببین و بخر. الان هم صحبتمون همینه.